چیزی که منو خیلی اذیت میکرد اشکای پدر مادرم بود و نگاه دیگران و قضاوت شدن و اینکه خیلی پدر مادرم برای من زحمت کشیدن تا بتونن که این مسئله رو حلش کنن. آلوپسی یه بیماری سخت و پیچیده است که سیستم دفاعی بدن بر ضد مو کار میکنه. از چند سالگی دچار این بیماری شدی عزیزم؟ من از 9 سالگی مبتلا به این بیماری هستم، به خاطر مادرمه که تلاش میکنم تا خوب شم. اگه بخوای امید بدی به کسی که تازه دچار ریزش مو شده چی بهش میگی؟ خب بهش میگم مو رو ازم گرفت اما عوضش خیلی قوی ترم کرد. دوست داشتن خودم سر جاشه، فقط یه تغییر کوچیک با سالن زیبایی اصفهان کردم. چقدر قشنگی بازم. خیلی ممنونم ازت. خیلی خستتون کردم. ببین چطور نشسته عطرت روی لباسم، تو ماه قلبمی پشت و پناهمی. چیزی که منو خیلی اذیت میکرد اشکای پدر مادرم بود و نگاه دیگران و قضاوت شدن و اینکه خیلی پدر مادرم برای من زحمت کشیدن تا بتونن که این مسئله رو حلش کنن. آلوپسی یه بیماری سخت و پیچیده است که سیستم دفاعی بدن بر ضد مو کار میکنه. از چند سالگی دچار این بیماری شدی عزیزم؟ من از 9 سالگی مبتلا به این بیماری هستم، به خاطر مادرمه که تلاش میکنم تا خوب شم. اگه بخوای امید بدی به کسی که تازه دچار ریزش مو شده چی بهش میگی؟ خب بهش میگم مو رو ازم گرفت اما عوضش خیلی قوی ترم کرد. دوست داشتن خودم سر جاشه، فقط یه تغییر کوچیک با سالن زیبایی اصفهان کردم. چقدر قشنگی بازم. خیلی ممنونم ازت. همونی که میخواستم. خستتون کردم. ببین چطور نشسته عطرت روی لباسم، تو ماه قلبمی پشت و پناهمی.